سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم در مورد مصاحبه کاری و آسپیلونگ صحبت کنیم. میخوایم ببینیم چجوری هستن، چه سوالاتی میپرسن و چجوری باید خودمون رو براش آماده کنیم. پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب اول از همه من برای رشته خودم که میشه طراحی گرافیک و انیمیشن چند تا درخواست داده بودم. یه دونه مصاحبه کاری انجام دادم و یه دونه مصاحبه آسپیلونگ انجام دادم و بعدش کلا منصرف شدم و اومدم سمت آسپیلونگ پرستاری. برای آسپیلونگ پرستاری هم یه دونه مصاحبه انجام دادم و توی هم مصاحبه قبول شدم. در واقع مصاحبه کاری اصولا یه ذره تخصصی تره و ممکنه سوالای بیشتری یا تخصصی تری ازتون بپرسن، ولی سوالات آسپیلونگ اصولا یه سری چیزای مشخص هستش. البته رشته تا رشته فرق میکنه. مثلا برای رشته طراحی گرافیک، برای آسپیلونگ طراحی گرافیک ممکنه یه سری سوالای در مورد مثلا تاریخ هنر و اینجور چیزا ازتون بپرسن، ولی مثلا توی رشته‌های مثل پرستاری کلا یه سری سوالاتی هستن که اینا رو اکثرا تو اکثر مصاحبه‌ها این سوالات پرسیده میشه. در واقع خب اول از همه مثلا این شکلیه که شما رزومتون رو میفرستین، انگیزه‌نامه‌تون رو با مدارکتون رو میفرستین. مثلا برای 100 تا شرکت، 200 تا شرکت و خیلی عادیه که مثلا این روند یکی دو ماه طول بکشه یا حتی بیشتر و مثلا به خیلی از شرکت‌ها درخواست بدین و اکثرا ردتون کنن. این کاملا عادی هستش و به این شرکت درخواست میدین و بالاخره یه دونه ایمیل براتون میاد که شما رو دعوت میکنه به مصاحبه. و حالا خود این مصاحبه ها میتونن با همدیگه فرق داشته باشن. مثلا من با یه شرکتی درخواست داده بودم و به من گفته بودن که خب ما مدارکتو گرفتیم، شما مرحله اول رو قبول شدین و برای مرحله دوم که مثلا برای طراحی گرافیک بود از من خواسته بودن که یک ویدیو بسازم و برای اون شرکت بفرستم به عنوان یه تمرین و بعد از اون مثلا من رو به یه مصاحبه دعوت می‌کردن. و یا یه دونه شرکت دیگه بود که این برای جاب آفر بود توی همین رشته طراحی گرافیک و اینجوری بود که مرحله اول یه دونه کنن لرن گشپرخ داشتیم. این بود که 10 دقیقه تلفنی با یه خانمی صحبت کردم و در مورد این بود که مثلا در مورد خودم گفتم، در مورد اینکه چرا میخوام بیام آلمان، در مورد چیزایی که داخل رزومم نوشته بودم ازم سوال کرد و بیشتر برای این بود که مثلا در مورد من اطلاعات داشته باشه و بیشتر مثلا ببینه که سطح زبانم چه شکلیه. و بعد از این 10 دقیقه مصاحبه تلفنی اگر قبول بشید دعوت میشید به یه فورشتلونزگشپرخ که میشه اون مصاحبه اصلیتون که سوالای تخصصی ازتون میپرسه. این مدل بیشتر توی جاب آفر در واقع متعدده و خیلی توی آسپیلونگ این شکلی نیست و اصولا برای آسپیلونگ های مثل پرستاری یا فیزیوتراپی اینجور چیزا یه سری مصاحبه در واقع اکثر مصاحبه ها این شکلی هستن که با شما تماس تصویری میگیرن، اصولا یه نفر یا نهایت 2 نفر میشنن اونجا و یه سری سوالات مشخص از شما میپرسن. و یه مدل دیگه مصاحبه من از یه تماس تصویری بود، یه نفر سوال میپرسید و بقیه بچه‌ها جواب میدادن. البته این مدل خیلی کمتر ولی خب ممکنه پیش بیاد. میگم اصولا مصاحبه آسپیلونگ خصوصا توی پرستاری یه سری سوالات مشخص داره و یعنی خیلی جای نگرانی نداره، چون طبق چیزی که من میدونم وقتی که شما به مصاحبه دعوت میشین خصوصا توی رشته‌هایی که نیاز دارن مثل پرستاری، یعنی تا اونجا مدارک شما رو دیدن و مثلا تا 70% اوکی کردن که شما باشون کار کنید و این مصاحبه صرفا برای اینه که ببینن که مثلا چقدر سطح زبانتون چقدره یا مثلا واقعا این رزومه که نوشتین واقعی هست یا نه. برای من یه تماس تصویری بود که یه نفر اونجا وایساده بود، اول خودشو معرفی کرد و از من خواست که خودم معرفی کنم. بعد ازم پرسید که خب تو کسی رو تو آلمان داری؟ گفتم که نه ندارم ولی مثلا چند تا آشنا دارم. و بعدش ازم پرسید که خب در مورد پرستاری چی میدونی؟ من کلا در حد 2 تا جمله جواب دادم و به من گفتی که قبولی. یعنی فقط 5 دقیقه طول کشید کلا مصاحبه و اینجوری بود که انگار از قبل اوکی کرده بودن، فقط یه دور می‌خواستم منو ببینن زبانم چجوریه، واقعا مثلا در سطح B2 میتونم صحبت کنم یا نه. و همین دیگه خیلی راحت بود، کلا چیزی نداشتم. ولی خب تجربه مصاحبه‌ای که برای رشته خودم داشتم یه خورده انگار تخصصی تر بود و مثلا بیشتر در مورد خود رشته سوال میپرسن تا اینکه دلیل مهاجرت یا چیزای دیگر رو بپرسن. و من اولین مصاحبه‌ای که داشتم مصاحبه جاب آفر بود و خیلی استرس داشتم و کاملا خراب کردم مصاحبه رو، اشتباه جواب دادم، حضور ذهن نداشتم، کلمه‌ها یادم نمیومد و اینا و اون مصاحبه رو خراب کردم.
و اصولا همچین چیزی اتفاق میفته چون شما اولین بارتونه که توی یه مصاحبه شرکت میکنین، اونم به زبان آلمانی. میتونه خیلی استرس‌زا باشه و اصلا ایرادی نداره که اونو خراب کنین. ولی از مصاحبه دوم سوم به بعد دیگه یه جورایی دستتون میاد و دیگه اون ترستون میریزه. چون قبل از اینکه بدونی مصاحبه چجوری پیش میره خیلی ترسناک به نظر میرسه اینکه مثلا فکر کنی که مثلا کسی که جلوت نشسته میخواد ازت سوال بپرسه مثلا چقدر بد اخلاقه، یا مثلا دقت میکنه که مثلا آرتیکل‌ها رو درست میگی، داتیو و آکوزاتیو رو درست میگی. ولی نه، خیلی به اینجور چیزا گیر نمیدم و فقط میخوام بدونن چقدر مسلطین، چقدر میتونین خوب زبان صحبت کنین. و مهمترین نکته اینجا اینه که به رزومتون و انگیزه نامتون مسلط باشید. چون اصولا وقتی که دارن باهاتون مصاحبه میکنن رزومتون و انگیزه نامتون درست جلوشونه و از توی اون سوال میپرسن. پس لازم دارید که کامل به رزومه و انگیزه نامتون مسلط باشید. و اصولا کلا مصاحبه ها حالا تو هر رشته یه سری سوالات اولیه دارن که توی همه مصاحبه ها ممکن ازتون پرسیده بشه و اون سوالا اینن که چرا میخوای بیای آلمان، اینجا کسی رو داری، چرا شرکت ما رو انتخاب کردی، چرا این رشته رو انتخاب کردی، در مورد این رشته چی میدونی، نقاط ضعف و قوتت چیه. و یا مثلا برای خود رشته پرستاری مثلا میپرسن که مثلا اگه یه بیماری مثلا عصبانی باشه یا یه همراهی عصبانی باشه تو چیکار میکنی، یا مثلا اگه شیفت شب داشته باشی یا اضافه کاری بخوای وایسی چی کار میکنی. و کلا همینه دیگه. اولش آدم احساس میکنه خیلی کار سختیه، ولی در واقع کار سختی نیست، بیشتر اون استرسه که باعث میشه این انجام دادن این کار سخت بشه. پیشنهاد میکنم قبل از اینکه مصاحبه رو انجام بدید حالا یه پارتنر پیدا کنید یا یکی رو پیدا کنید که مثلا این سوالا از شما بپرسه و شما جواب بدید و خودتون رو قشنگ برای مصاحبه آماده کنید. یکی دو بار که مصاحبه انجام بدید بعدن دیگه این سوالا دستتون میاد، میدونید چجوری باید جواب بدید و به چه نکته‌هایی باید اشاره کنید. من برای امروز همین نکته رو نوشته بودم، ولی میدونم که بازم نکته دیگه هست و احتمالاً باید یه ویدیو دیگه بازم باید در مورد این قضیه درست کنم. اگه چیزی جا مونده که باید بگم یا اگه بازم سوالی دارید از من بپرسید که در موردش بازم یه ویدیو دیگه در این مورد درست کنم. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. حتما سوالاتون رو برام بنویسید، تا جایی که بدونم جواب میدم. ممنون از نگاهتون.